در تیزر قسمت جدید سریال خواهران و برادران می‌بینیم که عمر بعد از دعوای شدیدی که با آسیه می‌کند و بعد از اینکه آسیه او را از کلبه بیرون می‌اندازد به خانه احمد رفته و در آنجا ساکن می‌شود. عمر در آنجا و به صورت اتفاقی متوجه در باز انباری شده و به آنجا سرک می‌کشد و متوجه داروهای سیوگی می‌شود که داخل انباری افتاده و هنوز جمع نشده است. عمر به سراغ شوال رفته و از او در این باره می‌پرسد و شوال هم ناخواسته از ذهنش در می‌رود که این داروها مال سیوگی نیست، در حالی که عمر اصلا حرفی درباره سیوگی نزده بود و همین باعث مشکوک شدن عمر به شوال شده و میفهمد که سیوگی آنجا بوده و شوال بلایی بر سر او آورده است. از آن طرف تولگا حسابی نگران زهرا شده و قصد دارد به همراه بچه‌ها زهرا را از خانه‌شان فراری داده و بعد از آن نیز با زهرا ازدواج کند، تصمیمی که باعث شوکه شدن دوستانش می شود. در ادامه می بینیم که گنول برای انتقام گرفتن به خانه شنگول رفته و شبانه آنجا را به آتش می کشد. اورهان، شنگول و بچه‌ها به هر بدبختی که شده خودشان را نجات داده و آتش را خاموش می کنند. شنگول هم می فهمد که آتش سوزی کار گنول است و خون جلوی چشمانش را می گیرد. و در پایان می بینیم که رابطه سوسن و عمر روز به روز بدتر و بدتر می شود تا جایی که کاملا از هم جدا شده و سوسن مجبور می شود خودش را دوست و عاشق صاحب نشان دهد. عمر هم کاملا از سوسن ناامید شده و او را برای همیشه فراموش می کند و همین باعث ناراحتی و اشک‌های بی‌امان سوسن می شود.